بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ان الله يمسك السماوات، یقینا الله تبارک و تعالی عظمت الله را الله خود بیان میکنه. الله کدام ذات است؟ یک دوم اشاره میکنه به تحقیقات علمی ساینسی که امروز جهان مکمل اینمی آیت را فقط زیر چیست انگشت خود زیر دندان میگیره که قرآن 1400 سال چطور خبر میده. الله ان الله يمسك السماوات، الله نگاه میکنه آسمان ها را و الارض زمین ان تزول، از اینکه از جای خود زائل شوند، از نظم خود برایند. الله ای را نگاه کرده. ولئن زالتا، اگر برای از جای خود زائل شوه، این امسکهما، یا را نگاه کردن نمیتونه، من احد، هیچ کسی، نه ملک، نه پیغمبر، نه ولی، نه ساینس جدید، نه ابر قدرت های جهانی اصطلاحی، من بعدی، پس از زائل شدنش، انه، یقینا الله تبارک و تعالی، کان هست، حلیما، بسیار بردبار، زود انتقام نمیگیره کسایی که مخالفت از نظامش میکنه، غفورا، بخشش کننده است. اگر بعد از سرکشی کسی ایمانم بیاره، الله میپذیره. الله طور ذات است. قرآن چی حقایق برملا میکنه. شما خبر داره زمین سری چی استوار است، چی حرکت ها داره. خود ساینسدانا خودشان قائل است که زمین در یک شب و روز بگه چند مرتبه در دور آفتاب چرخ میخوره، یا در دور خود چند مرتبه، و در دور آفتاب چقدر چرخ میخوره. هر سیاره در فضای خود مدار داره و در اون مدار خود میچرخه. چندین مراتب در تاریخ شما از رادیوها شنیده که پیش بینی کرده ساینسدانا که فلان سیاره تکر میکنه قطع زمین. اگر تکر میکرد قطع زمین، چی از دستی همین مردم میشد؟ آیا کسی هسته که آلی بگیره؟ اگر همین تکرها واقع شد و این سیارات و او ریزه های از و توده های از یاد از زمین بیا، زندگی در زمین امکان داره؟ کلا. اگر زمین الله تبارک و تعالی لرزش ها را شروع بکنه، کسی در روی زمین زندگی کرده میتونه؟ خو الله تبارک و تعالی همه این نظام بزرگه در یک مدار خاص وظیفه داده و همون مدار خود طی میکنه. فقط قوه جاذبه و دافعی که الله در روی آسمان وضع کرده که نمیگذاره یکی به دیگه نزدیک شود، تصادم کنه، یا ایست که دور شود. این نظام کی وضع کرده؟ اگر الله امی کار از بین ببره، کسی هست که مانع شود؟ در سال 2000 همینطور یک آوازه نبود، رادیوها نگفت، هراس نفتاده بود سری کل جهان که یک پارچه از مچم زحل یا عطارد چی میشه؟ میاد از زمین میاد. خود که در زمین میاد، کی در زیرش استاده شده میتونه که من دفاع میکنم؟ قرآن بر ما میگه این حقایق عالی مکمل برملا میکنه. این مردمایی که در فضا سیر و سیاحت میکنه، وقتی که میاد که قرآن این آیات ها را میشنوه، بالکل به جز از اعتراف و ایمان دیگر را نداره که قرآن چه حقایق بر ما بیان کرده. واقعا همونطور است. اگر او پارچه های آسمانی کلش در زمین برسه، یک نفر زندگی نمیتونه، ولی الله در فضا موادی را پیدا کرده که همه اون پارچه ها خاکستر میشه، نمیاد زمین. یک مرتبه یک الماسک میخوره. یک الماسک چقدر کور تخریب میکنه؟ یک الماسک بسته یک بغل کور میبینی که یک دم کوچ که حرکت کرده، قاده ها از بین رفته. الله تبارک و تعالی این نظام نگاه کرده. تو انسان هنوز نمیبینی؟ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن
أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. و اقسموا بالله جهد ایمانهم، قسم یاد میکنه به الله تبارک و تعالی جهد ایمانهم، چی با پوره کوشش قسم یاد کردن، قسم خود با پوره کوشش یاد میکنه. اینجا مراد از مکمل قسم یا پوره قسم چیسته؟ یا ایسته که قسم یاد میکنه با پوره قسم، به نام الله قسم میخوره. مشرکین وقتی که قسم به نام الله میخورد این کلانترین قسم بود. خویه بروز کلانترین قسم در جامعه ما چیسته؟ در سری بچت قسم، در این زنجیری پیغمبر قسم. تو از کجایی نسبت دروغ و پیغمبر میکنی که زنجیری پیغمبر است؟ هر چیزی که به پیغمبر نسبت کردی او به نام چی یاد میشه؟ حدیث. به نام چی یاد میشه؟ او از پیغمبر ثابت نشه و این سند دروغ است. من کذب علی متعمدا، کسی که دروغ میگه جور میکنه برای ما، متعمدا به قصد فلیتبوأ مقعده من النار، جای خود از آتش تیار کنه. تو جناب از کجا این ثابت میکنی که زنجیری پیغمبر است؟ پیغمبر تسبیح که در خانه چین جور شده، کارخانه چین جور شده، او را دستکش بگردانی بود مسئله را دوڑی خور. این دیتوری تسبیح دیگر هم نداشت پیغمبر. تنها صحابه ریگا میگا را برای تسبیحات شمار کردن دانه های خرما را داشتن، دیگر نداشتن. چند یکی قسم میخوره شرک است، من احلف بغیر الله فقط اشرک، شرکت. دوم نسبت دروغ و پیغمبر میکنه. امروز خوی طور است، تمام روز به اولادت قسم، به سخی صاحب قسم. برادر علی تشریح ما چی میگه؟ بزرگترین قسمش تیغی کیسته؟ عباس. با تیغی عباس قسم. این از کجا پیغ؟ تیغی عباس. عجیب گپ است. قرآن برای ما چی میگه؟ دستورات پیغمبر برای ما چی میگه؟ مشرکین مکه بزرگترین قسم قسم الله میدانست، او ما بزرگترین قسم او را نمیدانیم. کمونستا باز چی میکردن؟ به شرافتت قسم. شرافتت قسم. تو شرافت داری؟ تو مشرک، تو کافر شرافت از کجا داری که تو شرافت و شرافتت قسم؟ شرافت خوب برای او کسی است که نظام الله را پذیرفته، مطابق نظام الله زندگی میکنه. کجا شد؟ بله، و اقسموا بالله، قسم یاد میکنه به الله جهد ایمانه، ما کم قسم خوردنی از یا لئن جاءهم، اگر بیا برشان نذیر بیم دهنده، لیکونن خامخا میگردن یا اهدا من احدى الامم، خیلی هدایت یافته از یکی از امتهای گذشته، از امتهای گذشته کده یا خیلی هدایت یافته میشن. اهل مکه قسم یاد میکردن، میگفتن که اگر بر ما برنامه هدایت بیاید دیگه ما پیشتاز هستیم، مثل یهود و نصارا واری نیستیم. الله چی میفرماید؟ این قسم ها را یاد کرده بودن خواهد. فلما جاءهم، هرگاه که آمد برشان نذیر بیم دهنده، پیغمبری برجسته که مکمل سر تا پا معجزه داشت، سر تا پا دلیل حقانیت نبوتش بود. ما زادهم، زیاد نکرد برای از یا الا نفورا، مگر چی را؟ نفرت. امروز مسلمان های امام دعوا داره ما قرآن از زیاد دوست داریم، قرآن کی بیا بخیر، لیکن قرآن کی ترجمهش آمد میگریزن، حرکت میکنه. یک نفر ما خود یک جای تقریر میکردم، در سر منبر نشسته بودم، دروازه درا چی بود که آمد نمیشناخت که مستم، خود کمی سر در دروازه پیش کرد که مرا دید بگریز که نمیگریزی، دستار یقین بکنه اینطوری گرفته بود که در چی که آواز مرد گوشش نبره. به خاطری که آواز ما مثل بم اتم باری بود. البته چی رقم سریازی بسیار تاثیر داشت. یا میگفت که دیستی سرم تاثیر نکنه، برایشان گفته شده نه که میگه گوش نگیری که با سرتان چی داره؟ تاثیر داره. اینا میگه نفرت اختیار کردن، نعوذ بالله. تا که استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. استکبارا فی الارض، از روی تکبر در روی زمین. این مردما ایتورام نبوده که قطع حقیقت آشنا نبودن. زندگی پیغمبر علیه السلام از سر تا پا، صداقتش، امانتش، اخلاقش، راستیش مکمل، شجاعتش مکمل به این مردم معلوم بود. و ناگهان از زبانش طور کلمات جاری میشه که جهان تا روز قیامت اخطار میده، کسی آورده نمیتونه.
بازم تو نمیپذیری. خو استکبارن، از روی تکبر ورزیدن در روی زمین. یک و مکر سیء، حیله اندیشیدن برای کار بد. از سیء چی مانا؟ برای کار بد. از روی حیله اندیشیدن، حیله جور کردن از روی کار بد، به خاطر کار بد یا حیله اندوزی میکردن. یا نه تنها که خود نپذیرفتن، آلی سازش‌ها را شروع کردن، نقشه را طرح میکردن که چه قسمی دعوت قرآن ما از بین ببریم. از همون خاطر تمام عمر نقشه کشی کردن علیه پیغمبر، علیه چی؟ از بین بردن قرآن. نعوذ بالله. خو الله چی میگه؟ ولا یحیق المکر السیء، فرا نمیگیره المکر السیء، حیله بد، سازشی بد، الا به اهلی، مگر اهلی امو حیله، امو خودش دو بند میشه. میفهمی شما؟ عالم حق پرست که بیاید، عالم دیگه که سالا مردم در بدعت دعوت داده، در شرک دعوت داده، تلاش میکنه که این عالم حق پرست چی بکنه؟ در نظر مردم بد جلوه بده و در علیه تبلیغات کنه، سازشا میکنه، لیکن آخر الامر منجر به چی میشه؟ بگه خودش دوگیر میاد، مردم در مقابلش میخیزه که تباه کردی ما را مولا، گشتای قاقی ما را کلش خوردی او هیچ خدمت بر ما نکردی. تو همی قدرم بر من نشان ندادی که بعد از سلام دور دادن استغفرالله 3 دفعه گفته میشه، خود تو همی هم نکردی. الا بگیرشه دب و دوب میشه. الا خیرت است ملا را زدن. چرا زدن؟ او برادر ملا را چرا میزنه؟ ملا نبود این ملا نبود، این کی بود؟ بلا بود. بلا، این بلا بود، ملا نبود. بلا را زدیم، بلا آفت به ما آورده بود. فقط ما را دوهام بسته کرده بود که ایره شوشت کو، که ایره دوده کو، که ایره تاویز کو، که ایره قدی کو، رقم اینوانا را برای ما کشیده بود. بچه خوردیم هم بدون یه تاویزی ازی کلان نمیشد. عجیب گپاست. الله رحم بکنه. خب فهل ینظرون، یا انتظار نداره، الا سنت الاولین، مگر طریقه عذاب دادن مردمای پیشینه، که عذابی که الله به مردم پیشین داده همونطور حالت سرشان بیه. فلن تجد لسنت الله، هرگز تو پیدا نمیکنی برای اونمو طریقه الله، طریقه عذاب دادنی که الله به قومای سابقه داده، تبدیل یعنی کسی را رد کردن نمیتونه. ولن تجد لسنت الله، و نمیابی به می طریقه عذاب دادن الله کسی را تحویلا، که بگردانه، تخفیف بیاره. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. اولم يسيروا في الارض، یا سیر سفر نکده در روی زمین، فینظروا که ببینه، باید چشمای دل، با چشم دل ببینه، کیف کان عاقبت الذین، چه قسم بود انجام کسانی که من قبلهم پیش از یا بودن، و کانوا بودن او مردم اشد منهم، خیلی سخت بودن از یا کده، قوتا از روی قوت، و بسیار توانا بودن. خو هرگاه مخالفت انبیاء علیهم السلام کردن، الله به عذاب گرفتار کرد. یام بعد سرنوشت خدا بالکل مقایسه کنه و امیر رقم فکر بکنه. و ما کان الله لیعجزه، نیست الله تبارک و تعالی از ضعیف که عاجز بسازه الله را، نعوذ بالله، یا توسط گریختنشان من شین، لیعجزه من شین، که عاجز بسازه الله را از یک چیز، الله را از یک چیز عاجز کرده نمیتوانند، بلکه الله یارا کلش گیر میکنه فی السماوات، در آسمان ها، ولا فی الارض، نه در زمین، در هیچ جا از الله، یا الله را عاجز کرده نمیتونه، از الله فرار کرده نمیتونه. انه کان علیما قدیرا، یقینا الله علیم است، تمام برنامه ها، کارایی های از یارا مکمل علم داره، قدیرا قدرت داره که کلی از یارا در هر جای در هر گوشه بگیره. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا.
ولو یاخذو، لیکن الله نمیگیره. چرا نمیگیره؟ حکمت ایره تقاضا میکنه. چی حکمت است؟ بیان میکنه. ولو یاخذ الله الناس، اگر الله میگرفت کلی مردم بما به سبب او اعمال و گناه ها کسبو که خود انجام دادن، یعنی هیچ کسی را الله معاف نمیکرد، ما ترک علی ظهرها، نمیگذاشت بالای روی زمین، من دابت، یک جنبنده هم نمیبود. ولکن یؤخرهم، لیکن الله یارا تاریخشان پسان میکنه، پشتی سر میسازه تاریخی از عذاب از یاره، الی اجل، تا یک تاریخی را، وقت را مسمن که مشخص و معین بری از یا شده. الله زودی کده به یک گناه کلگی را نمیگیره، که میگرفت آلی یک جنبنده در روی زمین باقی نمیمان. چرا؟ الله وقتی عذابای خود روان میکرد در این سرزمین تمامی توده های آسمان و این گپا نظم و نظام از بین میرفت، دیگه یک جنبنده اینجا زندگی نمیتونست، در زمین کسی دیگه زندگی نمیتونست. خو لیکن الله تبارک و تعالی طور نمیکنه، موقع میده که بنده ما چی میکنه، تا کجا را میده و چقدر مست است، چقدر قدرت داره، تا چقدر اندازه را خیز میزنه، چقدر میده و آخر کجا میره؟ بوش کجا شد؟ بوش گورباچوف کجا شد؟ کدام جا هستن؟ دیگهش کجا میشه؟ حتما روز فرا میرسه که الله یارا گیر میکنه در حلقه ها. فاذا جاء اجلهم، در آن وقتی که بیاد تاریخ مقررشان، فان الله، یقینا الله مناسب جزا میده. چرا که الله تبارک و تعالی کانه هست به عبادی، بالای بنده های خود بصیر را میبینه. این بندگان مظلوم و بیچاره را که یا مورد علت و کوب، شکنجه، چیستا، بندگیری، در زندان انداختن، انواع تعذیب دادن، الله نمیبینه؟ چی؟ بالکل میبینه. روز فرا میرسه که الله انتقام امی مظلوما را از این ظالما میگیره.